حمید مریخ برای انتقال علیجانوف به پرسپولیس در تابستان 150,000 دلار از باشگاه پرسپولیس پول گرفته. اما بعدش مشخص میشه که اصلا حمید مریخ ایجنت این بازیکن نبوده و دروغ گفته. این شاهکار با کارگردانی رضا درویش اتفاق افتاده و این ایجنت پول رو که برنمیگردونه هیچ، در روند فعلی باشگاه برای جذب علیجانوف اختلال هم ایجاد میکنه. اما در تابستون چه اتفاقی میفته؟ بعد از اینکه نتونستن در تابستون علیجانوف رو جذب کنن، رفتن سراغ اوریه و اوریه رو آوردن. یعنی ایجنت 150,000 دلار گرفته، 1.5 میلیون دلار هم برای جمع جور کردن گندشون دادن به اوریه. یعنی پرسپولیس در تابستان برای آوردن دفاع راست این همه پول ریخته توی جوب و توی نیم فصل فقط یعقوب براجه هستش که در دفاع راست پرسپولیس حضور پیدا میکنه و بازی میکنه. همه این اطلاعات و اخبار رو بهتون دادیم که همه هواداران، نه فقط هواداران پرسپولیس، همه هواداران باشگاه ایرانی حواسشون باشه که هر بازیکنی رو به هر قیمتی به باشگاهشون راه ندند و حواسشون جمع باشه. اما برای اطلاع از جدیدترین و موثقترین اخبار نقل و انتقالات فوتبالی در زمستان حتما فانبال 11 رو دنبال کنید.